السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران گرامی و برادران اسلام و پیرو قرآن و سنت و پدران و مادران و خواهران و بیبیان که الله تبارک و تعالی شما را در بهترین صورت و در بهترین مکان خداوند جل و علا ما را در قرآن تعریف کرده است. استعوذ بالله کنتم امتی اخرج للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. میگه الله تبارک و تعالی ما را در بهترین صورت خلق کرده است و ما را امتای پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین دیگر امتا ما امر معروف میکنیم و نهی منکر. خداوند جل و علا ما را چیکار کرد؟ ما را فرمان داده که الله تبارک و تعالی را چیکار کنیم؟ الا لیعبدون، و الله را عبادت کنیم. خداوند جل و علا در سوره در تفسیر آیات قرآن میگذارد که استعوذ بالله خلقته من نار و خلقته من طین. میگم انسان از خاک آفریدیم و شیطان از آتش. در دیگر جاش خداوند جل و علا چی گفت؟ استعوذ بالله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق کردیم عالم انسان را و عالم جن را برای الا لیعبدون، برای عبادت الله تعالی. ما الله را چیکار کنیم؟ برای عبادت. خدا ما را خلق کرد الله را عبادت کنیم. امروز خطاب ما برای که به کسانی که هستند در بیگانگی می‌درایند و بچه‌ای که با بیگانگی با دخترها چیکار میکنند؟ صحبت میکنند. از یکم اول منظرت میخوام، بخشش میخوام که دیگه از الله بترسین. برای سخن الله چی است؟ سخت است. وقتی که شما با یک دیگر صحبت میکنین و با یک دیگر میگین او جان میگه شما با یک دیگر جان، چی میشه؟ و زنا میشه. خداوند جل و علا میگه که استعوذ بالله کل میگه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. میگه به زنا نزدیکی نکنین که زنا چیه؟ کار زشت است.